سلام، روز همگیتون خوش باشه. اولین ولاگی هستش که دارم میگیرم. یک پسر دارم که امسال 2 ماه دیگه میشه 7 سالش و کلاس دوم دبستان داره میره. از 6 سالگی مربیای مهد کودکش تشخیص دادن که اجازه این رو داره که کلاس اول رو بخونه و ما هم این کار رو انجام دادیم. چند تا پیج دارم، چند تا صفحه در اینستاگرام دارم، در یوتیوب دارم، در تیک تاک دارم و توی اونها فعالیت های دیگه ای دارم. ولی تصمیم گرفتم به عنوان یک مادری که بیشتر مسئولیت بچه‌ام با خودم هستش و در آلمان زندگی میکنیم، یک مقداری اطلاعات در رابطه با مدرسه بچه ها، نحوه تدریسشون که به چه صورتی به بچه ها اینجا تدریس میشه و شاید تفاوت هاشون رو بتونیم با هم بررسی کنیم. شما البته به من بگین، من فقط توی حیطه جایی که زندگی میکنم به هر حال سری اطلاعاتی دارم که اون هم از پارسال این اطلاعات رو کسب کردم. ولی خوشحال میشم که بتونیم با هم دیگه یک تبادل خوبی داشته باشیم و تجربه کسب کنیم. هدف از این ولاگ فقط در میون گذاشتن تجربه هم هست. شاید روزمرگی هم بهش اضافه بشه، ولی هدف اصلیم پسرم هست و خوشحال میشم که اینجا بتونم دوستای زیادی پیدا کنم. فردا روز اول مدرسه است اینجا در آلمان. البته هر شهر و هر ایالتی با هم فرق میکنه، ولی جایی که ما هستیم فردا دوشنبه 2 سپتامبر سال 2024 اولین روز مدرسه ها هستش و پسر من سال دومش رو آغاز میکنه. مثل همه جای دنیا ما باید کیف داشته باشیم. اینجا کیف ورزشی شامل اون وسایلی هست که باید خریده بشه. کیفی که ما پارسال براش خریدیم و امسال هم داره استفاده میکنه یک کیف خیلی بزرگیه که خیلی خوب توش جا داره و من امسال این رو انداختم تو ماشین لباسشویی و شستم. علاوه بر این کیف داخلش یک جا مدادی که به این صورت باز میشه و مداداش رو چیدم و یک جا مدادی دیگه که به صورت زیپی هستش و یه سری چیزای بزرگی که این تو جا نمیشه رو ما گذاشتیم داخل. روی هر مدادی رو اسم نوشتم مثل خب همه مامانای دیگه. بچه هایی که اینجا هستن معمولا از کلاس 3 اجازه دارن که با خودنویس بنویسن، ولی پسر من چون مدرسهش مدرسه نرمال نیست و مدرسه خصوصی میره، از کلاس اول شروع کردن به نوشتن با خودنویس. البته خودنویس های مخصوص بچه ها که میخوان شروع بکنن خیلی به دستشون راحت باشه و این امکان رو داشته باشن که خیلی راحت یاد بگیرن. اگر نگاه کنیم به طراحی این خودنویس کاملا متوجه میشیم. چیزایی رو که گذاشتیم این تو اینها هست. جوهر یدک براش گذاشتم و با مداد خیلی کم کار میکنن، ولی به هر حال من باز براش گذاشتم تمام اینها رو. لیست به ما میدن مثل خب همه جای دنیا که ما لیست رو تهیه میکنیم. یک جامدادی دوم قیچی هست که من 2 تا قیچی براش گذاشتم و روی هر کدومم اسم نوشتم براش. پاکن هست، چسبای ماتیکی و یک خودنویس یدک به قول خودمون به این صورت، یه ذره متفاوته و تراش. چیزایی هست که فعلا برای جامعه دادی بود. خب اینا رو میذارم کنار و بقیه رو براتون توضیح میدم. اینجا درسای کلاس دوم و اول تا الان که تقریبا یکی بوده: ریاضی، آلمانی، انگلیسی و یه چیزی مثل تعلیمات اجتماعی، هنر، ورزش. و هر کدوم از اونها یک پوشه جداگانه داره. اینجا بهش میگن مپه
و برای هر درس رنگ متفاوت خودش رو داره که به همون میگن و ما باید اینها رو تهیه کنیم که من حالا یه نگاه کلی هم به اینا با هم میدازیم. این برای پوشه سفید رنگ برای هنرش هست که به ما گفتن یک سری دفترهایی که خیلی کلوف نباشه، خیلی هم نازک نباشه خواستن که تهیه کنیم. باز دوباره یه مقدار کلوفتر برای اینکه با آبرنگ کار میکنن و کاغذ رنگی و مقوای رنگی که من همه رو، یعنی همه باید در اصل اینها رو بذارن توی پوشه و پوشه هم به ما البته این مدرسه گفته که باید حتما کشدار باشه و قابلیت این رو داشته باشه که بزرگ بشه و اسمش هم روی هر کدوم نوشتیم و همچنین روی پوشه و این به همین صورت میره توی کیفش. پوشه بعدی که رنگش بنفش هست برای در یک از درسای دیگه که دارن موزیکه. پوشه بعدی که برای موزیک هست رنگش بنفشه که چند تا جلد از ما خواستن، جلد کوچیک، جلد بزرگ که من نمیدونم در حال حاضر برای چی میخوان و یک دونم دفتر نوت. پارسال دفتر نوتشون کوچیک بود، قطع A5 بود و امسال شده A4. این هم پوشه بنفش که برای موزیکشه. پوشه بعدی که رنگش سبزه و میگم روی همه هم اسمش رو نوشتم، پوشه سبز رنگ برای درس همین مثل تعلیمات اجتماعی ما میمونه که باز رنگ کردیم، همه چیش باید برای اون درس سبز باشه. من این رو جلد کردم، جلدای آماده اینجا هستش، به این صورت میگیریم و برای به قول خودمون تعلیمات اجتماعی هستش که باز از همون چیزایی که خواستن یک دفتر خواستن که به صورت 4 خونه باید باشه و باز جلدش سبز باشه. یک دونه البته نه، 2 تا خواستن و یک دونه پوشه معمولی و همین. این رو هم باز ما میبندیم و کشش رو میذاریم کنار. پوشه بعدی که رنگش زرد رنگه برای کلاس انگلیسیشون هست. مدرسه‌ای که پسر من میره چون مدرسه دولتی نیست و قبلش هم گفتم از کلاس اول انگلیسی رو آموزش میدن، ولی مدرسه های نرمال و عادی آلمان از کلاس سوم انگلیسی رو آموزش میدن، ولی این مدرسه از کلاس اول انگلیسی آکسفورد رو به پسر من دارن آموزش میدن و خیلی هم پیشرفتش خوب بوده. پوشه زرد مخصوص انگلیسیه و به ما گفتن که 3 تا دفتر تهیه کنیم که 4 خونه‌ای هست که ولی خط داره به این صورت. 3 تا از این من تهیه کردم طبق لیست. یک دفتر وکابل که برای لغات هست، ما هم داشتیم توی ایران، این رو گفتن امسال تهیه کنیم که این جدیده برای کلاس دوم، پارسال نداشتن. و کتابی رو که تدریس میکنن فامیلی اند فرندز هستش که این شماره 2 پارسال 1 رو داشتم، یکی ورک بوکه و یکم کلاسن بوکه، اون رو مدرسه میده. در ضمن تا یادم نرفته یک سری از کتاب ها رو ما میخریم، یک سری از کتاب ها رو مدرسه سفارش میده و پولش رو از ما میگیره و یک سری از کتاب ها رو مدرسه امانت میده به بچه ها و در آخر سال مجددا اون کتاب ها رو از بچه ها میگیره. بریم سراغ پوشه آبی رنگ. پوشه آبی که باز اسمش هم نوشتم برای درس ریاضی هستش. من بذارم پایین. برای درس ریاضیه که امسال از ما 2 تا خطکش خواستن، یک خطکش 30 سانت و یک خطکش 15 سانت. 2 تا دفتر خواستن از ما که قطعه A5 و باز به صورت 4 خونه است.
حالا در طول سال میام بهتون توضیح میدم که چرا چهارخونه روش نوشتنشون به چه صورتیه. همچنین کتاب ریاضیش که یک دونش رو ما خریدیم، بقیه‌اش رو مدرسه داره سفارش میده و این هم کتاب ریاضیش هست. یکیش معمولا خیلی تمرین توشه، یکی دیگهش همراه با آموزش و تمرینه. این تمرینشه. و پوشه آبی رنگ خواستم برای درس ریاضیشون. این رو هم ما ببندیم و بذاریم کنار. پوشه بعدی پوشه قرمز رنگ هست که مخصوص درس آلمانی یا به قول خودشون دویچ، که از ما 4 تا دفتر خواستن که به این صورت کاملا خطوطش فرق میکنه. پسر من از کلاس اول که با خودنویس اجازه داشت بنویسه، همچنین سرهم نویسی رو هم یاد گرفته و به خاطر همین دفتراشون یه مقداری مخصوصه. یه کتاب خیلی جالب امسال گفتم ما تهیه کردیم، تقریبا مثل کتاب اطلاعات عمومی میمونه که در مورد چیزهای مختلف و به زبان آلمانی هستش، برای بچه همراه با تصویر توضیح داده. خیلی خیلی به نظر من کتاب جالبی میتونه باشه و من هم میتونم از توش خیلی چیزا رو یاد بگیرم. کتاب بعدی در رابطه با همین سرهم نویسی هستش. سرهم نویسی چندین نوع داره که این نوعش رو به پسر من یاد دادن و به این صورت هست. اگر که بتونم یک نمونهش رو پیدا کنم، به این صورت نوشته میشه و به این شکله. یک دفتر کتاب آلمانی دیگه و یک پوشه نازک. اینها چیزاییه که باید برای پوشه درس آلمانیشون همراه خودش داشته باشه. بدین صورت این رو هم میبندیم و میذاریم کنار. چیزهای دیگه ای هم که یه مقداری جانبی تر حالا میتونه باشه، البته خیلی هم جانبی نیست. یکی خب آبرنگه که خب دیگه همه جا هست و آبرنگه که از پارسال پسر من چون خیلی استفاده نکرده بود من همین رو امسال بهش دادم. قلمو خواستن ازمون، شماره‌های قلمو رو پارسال داده بودن 3 تا بود، امسال گفتن یک ست قلمو که من این رو گرفتم به خاطر اینی که جنس موهایی که داره پلاستیکی طور هست و به نظر من از بقیه خیلی بهتره، چون پارسالی ها خیلی خشک بود و به نظرم خیلی روون نبود که بچه بتونه خیلی راحت باهاش و نرم نقاشی بکشه. امسال من اینا رو انتخاب کردم، امیدوارم که خوب باشه و مارک فابر-کاستل هست. چیز دیگه برای شستشوی قلمو است که بچه یه خطی داره، اگر که دقت کنین روش، این تا این خط اگر که این آب بشه و این درش برداشته میشه و قلم میاد داخلش برای شستشو، اینجوری ساخته شده که این اگر این شیب رو ببینین، اگر تا این خطی که نشونتون دادم آب شده باشه و این برگرده، به هیچ عنوان آب از این نمیریزه و هیچ جا کثیف و خراب نمیشه. اگر که تا اینجا باشه، یه مقدار بیشتر هم شاید این اتفاق مثلا نیفته، ولی اگه بیشتر باشه قاعدتا آب میریزه، ولی طراحی این به این صورت هستش و چون که در داره باز من این رو خیلی خوشم اومد و انتخاب کردم. چیز دیگه ای که باز باید تهیه می‌کردیم خمیر بازی بود که باز به ما گفته بودن این مارک رو بگیریم که ما باز این مارک رو پارسال گرفتم و چون تقریبا استفاده نشده بود، خیلی استفاده نشده و خیلی هاشن همونجوری که می‌بینین نو هست، من دیگه همین رو هم باز برای امسالش بهش دادم که استفاده کنه.
و یک چیز دیگه پالت ترکیب رنگه که این رو هم باز اسمشو نوشتم و امسال داره استفاده میکنه. این هم مال پارسال بود ولی چون که خیلی خوب و اوکی بود منم هم رو دادم که استفاده کنم. این از وسایل اضافی برای کلاس هنرشون، نقاشیشون. چیز دیگه ای که از ما پارسال وسطای سال خواستن دفترچه تکالیف بود. تقریبا چیزی که ما تو ایران هم داشتیم و می نوشتیم که مثلا تاریخ می زدیم و می گفتیم امروز مشقمون اینه و شاید هم مثلا گزارش معلم هم داشت بعضی موقعاتش و این هم همینطوره، از روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و نوتی که نظری که به هر حال معلم در آخر هفته برای پدر مادر اگر دوست داشته باشه میتونه بنویسه. این رو من امسال براش تهیه کردم. چیز دیگه ای که دارن باز به ما گفتن و نمیدونم مال کدوم درسشونه، یک مثل دیکشنری توری میمونه و برای کلاس 1 تا 4 هست که تهش هم یه خیلی خیلی کوچولو باز انگلیسی هم هست، خیلی خیلی کمه، خیلی زیاد نیست. از فکر کنم رنگ بندی بنفشش اگه اشتباه نکنم میره شامل انگلیسی میشه، دویچ انگلیش. این رو خیلی کتاب جالبی بود برام که بچه‌ای که کلاس دومه ولی داره طریقه استفاده و یادگیری از دیکشنری رو هم یاد میگیره و این خیلی برای من چیز جالبی بود. حالا نمیدونم چجوری قرار ازش استفاده بشه، حتما میام بهتون توضیح میدم که از کلاس اول تا 4 قابل استفاده است. یه سری اتیکت خواستن برای اسما که البته من زدم ولی با این حال خواستن. چیز دیگه ای که بچه ها اکثرا باید داشته باشن یک کیف پولی هست که به یه بند مثلا پهنی داره که اینو بچه ها با میندازن آویزون گردنشون میکنن، مخصوصا اگر که بخوان جایی ببرن از طرف مدرسه، که داخلش کارت مدرسه شونه، کارت دانش آموزی به قول معروف. یه مقدار من پول گذاشتم، پول خورده 2 یورویی یا یورویی برای پسرم گذاشتم و این سمتش هم کارت مترو و اتوبوس هستش که اینجاست ولی فعلا تو کیفمه. الان باید بلندشم بعد از این ویدیو برام بذارم داخلش برای فردا. اینم باید بذاریم توی کیف بزرگ مدرسه شون. این از چیزهایی بود که فردا من بعد فعلا راهی پسرم کنم. همه اینا رو باید بذاریم توی کیف بزرگ، چیزایی که توی کیفش جا میشه تو کیفش، در این صورت که اینا رو همه رو من باید بذارم توی یه کیف خیلی بزرگتر. و چیزی که جالبه اینه که یعنی من بهش بر نخورده بودم و سیستم آموزشی اینجاست، سر هر کلاس درس 2 تا معلم هست، یک معلم که کل کلاس رو اداره میکنه و یک کمک معلم، مثل چیزی که تو مهد کودک‌های ایران ما داشتیم و مربی و کمک مربی، اینجا معلم و کمک معلم. و اون معلمی که هستش به عنوان معلم اصلی در اصل بچه ها رو تکالیفشون رو چک میکنه که بنویسن، یه سری قوانین رو یادشون میده و به هر حال کل کلاس دستشه. ولی معلم ریاضیات، معلم آلمانیشون، معلم ورزششون، معلم انگلیسیشون، هنر و موزیکشون، اینا همه هر کدوم معلم جداگانه داره و سر ساعت خودش میاد و درسش رو انجام میده و همراه با اون یا معلم و کمک معلم با هم هستن، یعنی 3 تا معلم سر کلاس، یا اینکه فقط کمک معلم هست با اون معلم اصلی. این اطلاعاتی که بهتون دادم در رابطه با مدرسه پسر من بود. من جاهای دیگر رو خیلی در جریان نیستم، نمیدونم و فقط خواستم که تجربه خودم رو به عنوان یک مادر بچه کلاس دومی که در آلمان درس میخونه با شما به اشتراک بذارم و بتونیم امسال رو با هم دیگه شروع کنیم. من مطمئنم که میتونم خیلی چیز از شما یاد بگیرم و این اطلاعات رو با هم دیگه شیر کنیم. روزتون خوش باشه. سال خیلی خوبی رو برای همه بچه ها آرزو میکنم به امید یک ولاگ جدید. تا بعد، روزتون خوش، خدا نگهدار.